یک بچه که بیامده دم دفتر انی میگه ما مای هنرمند بشم به تلویزیون انی به کار کنم انی بگم بیایی چطور بچه کرد؟ همین تصادف پترانی چی دیگه بیاقل کماله بیاقل کماله؟ سادگه که معلوم میشه لالا تو عقل چی کردی که سادیه خب برو بگو بیا بگو بیا بگم بیای خود به تلویزیون کار کنه بگو بیا و دفتر که کار خواهد بیای بفرمایید خوش آمد بیای مراد اینجی بفرمایید سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم تیاره هستین؟ شکر اسم شریف شما؟ مچون اسم شما چیه براد؟ بله ما خود شما گرد میزنم نوم شما چیه؟ نوم من بله گیلک ولد پیار من خب گیلک ولد پیار شما شوق دارین که به تلویزیون کار کنین درسته؟ شوق ندارم من شوق ندارم برای من خوش دارم بیا من تا تلویزیون مردم من ببینم تا تلویزیون علاقه دار شوق تا خوش فرق میکنه چی هنر بلدین؟ تا کارم بکردین تا به تلویزیون؟ ما همه درو همه صبح که بود خاره بسته کردم مثلا زمینا کار میکردیم خاره برفتم مثلا زمینا بسته کردم گفتم باشه برو اینجگانه یاد گیرم ما کار میکنه هر روز نه به تلویزیون هم تا کار بکردین به تلویزیون؟ نه به شبکه‌های چی کار نکنی؟ به کیا؟ به شبکه‌ها تلویزیون کار نکنی شبکه‌ها کی نه؟ شبکه‌ها همیشه شبکه‌هایی که به تلویزیون چینلا تلویزیون کانالا تلویزیون کار نکنی چیز ما چین نیه آرتان تلویزیون ما چینه نه چین نیه دیگر هم چیزیه ایتا لینگ مثل لینگ جیتیه برو دیده و خودش توی شیری خب چی هنر یاد داریم شما؟ ما یاد داد خیلی اصلا همی 25 ما هنره ماشاءالله 25 هنره شما فرض مثال به عنوان یک هنرمند فکر کنیم شما هنرمنده بعدم یک سرا یک شخصه شما چی رقم بریم فرض مثال پیار بمی بابا بوم مرده همسایه شما پیار بوم مرده نه مرده به خدا مثلا نمیگم برا نه مرده مثلا میگم برو مثلا شما هنرمندیم داخل تلویزیون برنامه کار میکنیم شما میگم برو دم سرا همی همسایه یا قرب یا خیش بگو همی پیار تو بوم مرده شما به شفر ایشته بزنید دروغ نمیگم من نه مرده برو فکر کنیم پیار ما بوم مرده میگم برو به می آدم بگو ایشته میگیم به من که خواهی خدا بیا برده پیار شما خوب خود شما به من یاد میده میگیم پیار شما خب پیار شما بوم مرده ما به شما بیام بگم سعی کنیم لالا مثلا همی پیار همینا میمونه ما به شما میگم بریم به شفر برای همینا بگیم که پیار شما بوم مرده که اینا اولتی نشن مخفی میگیم ما این مخفی میگیم همه پوتکی ما باید که شما بگیم مخفی انا لما میرم مثلا برای چه تک تک کنم به دست من یا به دست خوب من میگم بیخی تو به لنگ کاش خو تک تک کو ایشته تک تک میکنی چی میگی به مردکه میگم یه هم در تختی کنم خودش نیه ایلالا فیصلیه اغلا کوچه برو ریچل کاش خوره بدی و این میگه به لنگ کاش تک تک کن خب به دست سرایی بود به لنگ کاش تک تک کو این مثلا در سرا شما ببخشید که پام کوش داره چیز داره نخو میگم این وقت کاف خارکنده بی میده این عزیزه که چیکار میشه هنرمند میتونه برو ما بیدار از این پاکستان کنیم بشین کجی خان چی میگی؟
من دگم بلدم چی بلد یار دست و هنرات اگه خود چهار بیتی من هنگ کردم خودی از این هنر تو چهار بیتی یک 4 بیتی بخونم. آی اگر یاری مرا دیدیم بجایی دلارم بیم اول سلام بگیم دیوم دوایی های جانم های اگر پرسید که گله گیشته شده بگیم بریک شده به مثل کای های نازنینم و هر جا پا گذاریم زمینم خلاص شد 4 بیتی تو که خوب بود. ما این اول برم در سلام مردم تک تک کنم به شیخ را بگم بزونا نه با وقتی او میشه. حال تو ازی بگو که اشته خنده ها، دلی اشته ها. گریه دلی اینا از کاره. این خنده من گریه خلاص شد این خنده ها و گریه از یه هم سردستیه. ما این برم در سلام مردم تک تک کنم بگم پیار شما بمرده خب برو. انا بابا پوست تو بکنم بری بگی بیار جواب به بکنم. شیخ را میگم برو به شفره بگو. که پوستی چی؟ رو بکنم. برو این رخصت کو. کی به می 5 دقیقه می جیشته اون مثلا بوکه خورگم کده می ماه خودی مهنرمند شو برو. خوبه. برو سکو که چیز میزی ور نداره کی خوبه. 20 احتمالی کم داره. رخصت کنی که بره بگو ما پیری. سلام علیکم. نه باشه ماما خوبی بخیر. ببخشیم شما پیار شما به کجایا؟ یارمه. ها سال کارم چرا؟ ما به شما به شفر بگم پیار شما به شفر پیار شما چی یعنی؟ ها پیار شما خود شفر بمردن چی؟ پیار شما خود شفر بمردن تو کی هستی ما کجایی؟ ما گله کن ولاد پیار خو خب من تو نمیشناسم. خب ما مرتکاکا گفتم برو به می دارم این سرا تک تک کو انا بگو پیار شما خود شفر بمردن راست میگی؟ ها واه. چه کار میشه اگه بمرده باشم ماما؟ خواهنه که یاد دارم دیگه مرتکب من میگم بگیر که ما برم تا تلویزیون کار کنم همه ایت یاد داشتم دیگه گفتم من به چقدر راست میگه گفتم ها منو 10 سال دیگه تک تک میکنم میگم ماما پیار شما این دفعه میگم خوشی شما مردن اوه ویدا. اشته بوده ای. الان من به مادر خود چی بگم به خوارا خود چی بگم خب باشه یک دو پیار خود زنگ زنم این کی بوده که من که نمیشناسم هم
بله. سلام علیکم. بابا. شمال بابا. آخه بابا شما زنده این. بابا ایلا. بابا شما چنکی و درس را بیان یک مدکه کلون دوله بود بیان گفتک با شفر بگم پیار شما بمرده خودش شفر. گفتن چی میگی؟ ما گفتن نمیشناسم. گفتک پیار شما خودش شفر بمرده. بابا ایلا بابا نفس ما بستاد. بابا سرکار خونه. ها خوب بابا. بابا ایلا خوب خدافظ. نه بابا نفس هم بستاد. این کی بوده؟ این هر کسی بوده یک نفر رو پیش کرده. تو انا رو صبر کن. بیاو اما بله پیار شما مرده به شفره. چی؟ پیار شما به شفره مرده. پیار ما به شفر مرده؟ ها اوه خدا جو پیار جو. اوه خدا جو پیار جو. چکه مرگه با خونه خون بخور دیگه شفتال اردگه آی سفید دستی نپوش کالا سیارا الله به جلوه میکشی ظالم تمارا به جلوه میکشی خوندار میشی الله جوان هستم ببین روی خدا را وای ای نازنینم به هر جا پا گذاریم زمینم وای چکن چکار اینه دیونه شدی زنده ماما. دیونه شدی تو خدایا شکر خدایا. بابا جو یک نفر نمیشناختم با تا باغچه بیل میزدم بیام اگو با شفر میفهمم چون چی رقم پیار تو بمرده شما کو زنده ای. خدایا شکر. دیونه کنه بود هیچی بابا بیام آده نفر یک نفر بیام با تا باغچه خوب گپ شفر که زد دل ما بترخی همین دست پام همین سوز شد بخکل بیال شدم بافتادم. ما چون کی بوده به زیاد داده گفته برو به شفر بگو مثل کمیته بوده. بابا جان هیچ کس از صبح تا پیش من نامده که رنگه کسی به خاک شو بابا هر کی که بوده به زیاد داده من میفهم. حتما برای یاد دادم هر که بوده. ما برون بابا سکنم که ای کی بوده خو گیر من نمیره یک دفعه بیر ببینم میشناسم خوبه میشناسی او؟ آه ببینم میشناسم پوست چه بکی. یک من تیار میکنم باشه. برو سر کار خود برو برو سر کار خود برو. ای رنگ آقا شما به خاکشه کجا میرین دیگه؟ خب با چرا میمیزی؟